سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال نکست پلاس. من ابوالفضل هستم. امروز اومدیم آموزش بدیم چجور به کالاف ورود کنید، حل مشکل لاگین و حل مشکل پینگ و حل این مشکلات رو اومدیم. این روز خیلی واقعا داره پینگ آزار میده، حتی لاگین هم باز ظهور میشه. ولی امروز من با این روشی که یاد گرفتم و روشی که کشف کردم اومدم این مشکل برای همتون حل کنم. یه کاری کنید برام، لایک کنید، فالو کنید، یه کامنت هم بذارید، آموزشی چیز خواستید حتما بگید، کانال روبیکوم هم فالو کنید. اگه استریمی چیزی اخباری چیزی باشه ما حتما اونجا قرار میدیم. ممنونم که با ما همراه هستید. بزن بریم برای آموزش. تنها چیزایی که نیاز دارید برای ورود به کالاف و کاهش پینگ و اینا یک راهیه، یه چیز قند شکنیه که باید از اون استفاده کنید. ترجیحاً کاری که من میگم رو انجام بدید که مثلا به مشکل نخوره، چون که من خودم با این روش انجام دادم، هم لاگینم حل شد، هم پینگم بین 50 تا 60 بود، یعنی بالا پایین نمیشد، هم 50 تا 60، یعنی 50 تا 60 نوسان داشت ولی 50 تا 60 فقط بود. فقط یه دفعه از 50 میرفت تو 60، از روز 60 میرفت تو 55. اینجوری روش اینجوریه. میرید چی بگم، میرید جامپ رو نصب میکنید از داخل فروشگاه و گوگل پلی، همه جا هست، خیلی جا میتونید پیداش کنید. میرید نصبش میکنید، بازش میکنید، همه چیزایی که میخواد انجام میدید. میرید روی سرور آمریکا میذارید، رو سرور آمریکا که گذاشتید، بعد 2-3 بار تلاش همین قطع و وصلش کنید. بعد برای بار مثلا 3-4 اینجوری دیگه وصلش کنید، برید داخل بازی. ترجیحاً نت، من با نت همراه اول و ایرانسل تست کردم، اوکی بود، مشکلی نداشت. با بقیه نت ها نمیدونم، ولی تا اونجا که میدونم مثلا مودم و اینا خیلی پینگاشون پایین تره و فکر نمی‌کنم مشکل لاگین داشته باشه، نمیدونم، خبر ندارم. حتما تست کنید. میرید داخل بازی. حالا بذارید من ویدیوش هم نشونتون بدم، یه زیادی حرف نزنم. خب میریم داخلش، وصلش میکنیم، سرور آمریکا میذاریم، 2-3 بار تلاش میکنیم، قطع وصلش میکنیم، میایم بیرون. میریم داخل کالاف باز میکنیم. بله، کالاف که باز کردیم این لوگو اولش میره، این اولین شرطیه که بالا بیاره بازی. این رفت، چند ثانیه طول میکشه تا صفحه لاگین بیاره. صفحه لاگین که آورد، خود بازی اوتو لاگین براتون میکنه، یه کم صبر میکنید، این اوتو لاگین تموم میشه و وارد بازی میشید به همین راحتی. حالا پینگش هم بخوام بهتون نشون بدم، مثلا الان من برم داخل بازی بخوام برم داخل ترینینگ مود، بخش آموزشی بازی استارت میکنم، میرم. نگاه کنید پینگ من بین 50 تا 60، ریجستریم خوبه، ریجستری بالایی دارم من، فقط یکم ایمم ضعیفه ولشون، چون که گان تقه. ریجستری خوبی دارم من، واقعا تست کنید، واقعا خیلی چیز خوبیه و پیشنهاد میکنم. راههای دیگه‌ای هم هست، اگر دیدید جامپ وصل میشه داخل کامنت ها به من بگید، حتما از روش‌های دیگه هم براتون آموزش میذارم، چون روش متنوعی داره، قندشکن‌های متنوع‌تری هم وجود داره، ولی بهترینشون که نمیتونم بگم، ولی یکی از بهتریناشون هم جامپه. آره، مرسی که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو هم به کارتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.